سلام بچه‌ها، پویا هستم از دوکی تیم. خوش اومدید به این ویدیو. تو این ویدیو می‌خوایم با هم کدهای چیت ایمبات CS:GO رو که به زبان پایتون نوشته شده بررسی کنیم. در حال حاضر این چیت کاملا کار میکنه و هیچ مشکلی نداره و باعث بند شدنتون نمیشه. ولی اگه زای بازی در بیارید ریپورتتون میکنن و بند میشید. یه چیزی در مورد این چیت بگم. ببینید این چیت با زبان پایتون نوشته شده و مثل چیت هایی که با زبان C++ نوشته میشن نیست. یعنی وقتی شما شلیک میکنید 100% هد رو نمیزنه، بلکه 80% احتمال داره که تیر به سینه، گردن یا سر بخوره. ولی خوبی که داره اصلا قابل شناسایی نیست و بند نمیشید. حالا با هم میریم تستش هم میکنیم. قبل از اینکه برم سراغ ادامه آموزش، حتما این ویدیو رو لایک کن، چنلمو سابسکرایب کن، اون زنگوله هم بزن که هر وقت ویدیو جدید گذاشتم با خبر بشی. این حسابمون همین بالا میاد، حتما فالومون کن. لینک سرور دیسکوردمون هم داخل دیسکریپشن هست، حتما جوین بده، اونجا میتونی بیشتر با ما در ارتباط باشی. خب بچه‌ها، همینجوری که میبینید این کد هستش که یه مقدار هم طولانی هست، ولی خب برای اینکه شما بخواید اصلا این کد رو اجرا کنید و ببینید داستانش چی هست، اولین قدم اینه که شما بیاید پایتون رو نصب کنید. پایتون یه زبون برنامه نویسیه که همتون میدونید. برای نصب پایتون هم وارد سایتش میشید. من هم لینک سایت و فایل چیت رو و بقیه فایل ها رو داخل دیسکریپشن برای دانلود گذاشتم، میتونید دانلود کنید. برای دانلود هم میایید اینجا میزنید دانلود پایتون، روی کلیک میکنید، یه فایلی دانلود میشه که به این شکل هستش. شما میایید و روی اینستال میزنید. حتما توجه داشته باشید که این دوتا تیک خورده باشه. حالا ممکنه برای بعضی از کامپیوترها این تیک اول مثلا بسته باشه، اب نداره. فقط دقت کنید که این تیک پایینی هم خورده باشه، بعد بیایید روی اینستال کلیک کنید. حالا من از قبل پایتون رو نصب کردم، احتیاج نیست بیام دوباره نصب کنم. بعد از اینکه اومدید شما پایتون رو نصب کردید، شما احتیاج دارید که بیاید یه سری کتابخونه یا ماژول رو نصب کنید. من اینجا براتون اینا رو دستوراشو آماده نوشتم و همچنین داخل دیسکریپشن هست، همین فایل هم میتونید دانلود کنید. بعد بیاید شما این ماژول ها رو به این صورت نصب کنید. کاری نداره، میایید این رو کپی میکنید، کپی و CMD رو باز میکنید، میاد اینجا پیست میکنید. حالا من از قبل این ماژول ها رو نصب کردم، احتیاج نیست که مجدد بیام اینها رو نصب کنم. بعد از اینکه اومدید این ماژول ها رو نصب کردید، تقریبا کارتون اینجا به پایان میرسه. ولی خب الان باید بریم با هم کد رو بررسی کنیم که ببینیم مثلا داستان کد چی هستش. بریم سراغ کد. اینا رو من ببندم اینجا. این کدمونه بچه‌ها. کد نسبتاً طولانی هست و ما نمیتونیم بیایم کل این کدها رو با همدیگه الان بررسی کنیم، چون هم زمان میبره و همین که بحث تخصصی هست، بحث ساده ای نیستش. مربوط میشه به پروسس ها و اینکه تزریق پروسس ها، اینجکشن. حالا باش کاری نداریم اینجا. تنها جایی که شما حالا اگه خواستید میتونید تغییر بدید لاین 149. لاین 149 چیه؟ ببینید اینجا نوشته شده شیفت. برای اینکه شما بیاید از این چیت استفاده کنید، وقتی که تو بازی هستید، اگه حالا انمی یا دشمن رو ببینید، دکمه شیفت رو نگه دارید، این چیت کارش رو استارت میکنه. یعنی سعی میکنه که تیر رو به سمت سر دشمن حالا یا تیر رو به سمت سر انمی شلیک بکنه. یعنی سعیش رو میکنه. خیلی تاثیرگذار بود. اینجا میتونید بیاید شما اون دکمه دلخواهتون رو انتخاب کنید. حالا من شیفت رو اینجا انتخاب کردم. و اینکه ادامه کد مربوط میشه به پروسس ها. مثلا اینجا مربوط میشه به بازیمون که میاد اینجا بازی رو بین پروسس های کامپیوتر شناسایی میکنه و خیلی چیزهای دیگه که ما باهاشون کاری نداریم. بعد از اینکه تغییرات دلخواهتون رو روی این فایل دادید، فایل رو سیو کنید. فقط یک نکته ای رو در نظر داشته باشید. برای اینکه بخواید این فایل رو تغییر بدید، فایل پایتونی رو، از نوتپد استفاده نکنید، ترجیحاً از ویژوال استودیو یا اینکه نوتپد پلاس پلاس استفاده کنید که داخل گوگل سرچ کنید، میتونید نصبشون بکنید. چون با نوتپد احتمال داره که این ترتیب کدها موقع تغییر دادن به هم بریزه. از نوتپد پلاس پلاس و ویژوال استودیو حالا یا یه ادیتور دیگه که مخصوص برنامه نویسی هستش استفاده کنید. بعد از اینکه فایلتون رو سیو کردید، برای اجرا شما باید بیایید داخل این پوشه‌ای که توش کد وجود داره روی این کلیک کنید. البته قبل از اینکه بخواید حالا
بیایید چیت بزنید و بازی کنید. اول باید بازی رو اجرا کنید بعد چیت رو. توجه داشته باشید که این دوتا فایل حتما باید کنار همدیگه قرار داشته باشن، یعنی در یک مسیر باشن. مثلا این تو C نباشه این تو D، باید تو یک مسیر قرار داشته باشن. بریم که با همدیگه چیت رو تست کنیم. من میرم الان گیم رو باز میکنم و با هم بریم که کانتر بزنیم. خب بچه‌ها من بازی رو الان اجرا کردم، بریم که چیت رو با هم اجرا کنیم. میایم روی این فایل میزنیم. بله، وقتی این پیام رو بهتون داد یعنی چیت با موفقیت اجرا شده. بریم که بازی کنیم. خب بریم ببینیم چندی. بچه موضوع ویدیو گیم پلی کانتر نیست، حالا من کانتر باز نیستم، اومدیم با هم چیت رو تست کنیم ببینیم که چجوریه. خب من یه گام بگیرم برای مثال. بچه به این سادگی ایزی هستن. ببینیم با چیت ها من دارم شیفت رو میگیرم، الان خودم نمیزنم. صدای قشنگی نمیاد از اینجا. همین سادگی دیگه جون بریم اینجا. ای دارم میام بالا سرت. ایزی بچه ها. بچه بهتره با رایفل ها این چیت رو تست کنید. حالا من برم با یه گان دیگه هم نمیتونم. با کولت خوبه، با کولت همیشه، ولی از راه دور رو نمیشه، سخته با کولت. میگیرن جلو میگیرن. مثلا یه گان دیگه چی انتخاب کنیم؟ شاد فکر نمی کنم جالب بشه، ولی بریم که اینو تستش کنیم. اوه 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 پدر. خب بچه‌ها اینم از چیت ایمبات CSGO. رفتیم گیم پلی هم با هم دیدیم. مرسی که تا اینجا ویدیو همراه من بودید. آگاه باشید. خدا نگهدارتون.